سلام، خوش اومدید با یه ویدیو دیگه با من. بچه ها، من حدوداً یه ماهه که ویدیو آپلود نکردم و یه ذره درگیر بودم. حالا درگیر کار و بار و یه ذره مسائل شغلی. امروز اومدم با یه ویدیوی میکاپ روزانه که تو کامنت ها بهم گفته بودین که درست کن ویدیوشو. کیانم میبینید در صحنه، همیشه در صحنه است بچه. خب من برای آرایش روزانه اول بذارین موهامو یه کرمی بزنم چون از همون اومدم. بچه اینو جدید خریدم، کرم موی کرلی سریتاه که خیلی تبلیغش رو دیده بودم. چون من همون اومدم یه ذره میزنین کف دستتون، بعد دستتون رو بزنید به هم و بمالید به موهاتون. اینکه آرایشم رو شروع کنم از این تلا میزنیم. خب من آرایشم رو اول با کرم مرطوب کننده شروع میکنم که کرم لافارر. الان تقریبا یه 6 ماه اینو میزنم و خیلی ازش راضیم. بعد از کرم مرطوب کننده من پرایمر میزنم از این پرایمر رنگی ها که خیلی مد شده که توش حالت ضد آفتابم داره، SPF 50. برندش توزه بچه ها. قدم بعدی اینه که یا معمولا پنکیک میزنم، پنکیک کالیستا یا کرم پودر کالیستا. قبل از اینکه کانسیلر رو بخوام بزنم اول رژگونه رو میزنم. رژگونم 2 مدل استفاده میکنم. یکی از این رژگونه بلاشماتیکیا چون یه حالت نه خیسه نه خشکه ولی خب خوب به خودش جذب میکنه رژگونه پودری رو. من اول اینو میزنم. کانسیلرم میزنم یه ذره اینجا ها رو میزنم، یه کمی هم اینجا. البته من اینجا ها رو میزنم چون رژگونه میاد تا اینجاها و اینجا هم قرمز میکنم. زیر چشمتون سعی کنید که انتهای کانسیلر رو حتما با دست فید کنید چون خیلی زیر چشم باید فیدش خوب باشه و انگشت بهترین فید کننده است به نظر من. این کانتور آرت اسکینه. این خیلی پیگمنتش بالا، مثلا برای پوست من که روشنه اندازه یه نقطه خیلی کوچولو، خیلی کم. اینجا ها میزنم.
بعدش با این براشا پخشش میکنم. حالا با این فقط پخشش کردیم. برای فیدش هم دوباره از پد استفاده میکنم. بعد دوباره اون پدم که کانسیلری بود و میزنم به این جاهایی که کانسیلر زده بودم. یه ذرم نوک بینیم. خب حالا میام رژگونه پودری میزنم که رژگونه رو فیکسش بکنم و میریم سراغ پودر فیکس. پودر فیکس هم مانیدا بچه های برند ایتالیاییه. و دوباره در انتها با این براش رژگونه میکشم که سفیدی های پودر فیکس بره. و در آخر خب از اونجایی که من ابروهامو دیگه از وقتی که فیبروز کردم لیفت نمی کنم، موجم که دارم، فقط یه خط چشم میکشم برای چشم. یه کمی هم مداد بعضی وقتا. خب خط چشم فقط به ابروام سریتا میزنم، سرم سریتا برای تقویت. اینو میزنم که اگه پودری هم روش نشسته باشه پاک. بچه خط چشم اینله، خط چش اینلی که یه برند ایرانیه. من خط چشمم حتما باید مویی باشه، چون اگه نازک نباشه اصلا نمیتونم بکشم. آرایش چشمونم تموم شد. میریم سراغ رژ. برای رژ از این رژگونه های از این رژای میلک استفاده میکنم، رژای ژله‌ای. از اونجایی هم که چند وقتی عادت کردم حتما باید رژم براق باشه، روشو لیپ گلاس میزنم، چون هم لبو خوشحالت میکنه هم رژو خوشرنگ‌تر میکنه. خب اینم از آرایش روزانه ما. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشین. بذارید من آرایشم تو نورم بهتون نشون بدم. خوب شد اومدم تو نور بچه، این کانسیلر فید نشده بود. خب اینم آرایش من توی نور. قول میدم که بیشتر فعالیت کنم، زودتر ویدیو بذارم. مرسی بابت تماشای این ویدیو. تا ویدیو دیگه، خداحافظ.